با مقصد اجرای دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت بیشتر نمودن مساواتی باغات و افزون نمودن حجم استحصال محصولات به صادرات نگرانیده شده، باغبان‌های نامی و تجربه‌دار شهر اصفهان برای زیاد کردن میدان باغات و حاصلناکی درختان زردآلو با استفاده از تجربه‌ها کوشش به خرج می‌دهند. باغ و تراکتورهای نو که مطابق با معیارهای ساحه کشاورزی‌اند بنیاد می‌یابند. موافق معلومات ریاست کشاورزی شهر، دوام سال سپری گردیده 34 گکتار باغ‌های نو بنیاد شدند. همزمان با برابری از نو برقرار کنی باغات، خواجگیداران با استفاده از اصولهای معاصر از تجربه‌های پیشقدم صحوی برای بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی نیز عملاً جهد دارند. در این روند اهل زحمت خواجگی دهقانی امیرخان تلاش دارند در کار استفاده عاقلانه زمین بنیاد باغ و تاک‌زارهای نو و با این وسیله رویانیدن حاصل با صفت و فراوان سهم خویش را گذاشته باشند. همین زمین‌های بیکار خوابیده بود، زمین‌های سنگلاخ بود. ما همین زمین‌های آباد کرده استودیم. 87 گکتار زمین بود، حاضر 44 گکتارش به نوهای زردآلو شنوندیم. آینده با 43 گکتاری دیگرش به میشنونیم. از 3 کیلومتر پایین آب برآوردیم، دو تا چای عمودی زدیم. من این درخت‌های 30 ساله است. نوهای شیشه خرمایی، بابایی سرخ، ابریکوس، قروتا کردیم. حاصلی که از همین باغ‌ها میگیریم با شهرهای روسیه دیگر دولت‌ها صادرات میکنیم. این زمان دهقانان خواجگی با کندن 2 چاه عمودی و کشیدن 3 خط آبی پالیزی از مسافه 3 کیلومتر در میدان 44 گکتار باغ‌های زمانوی بنیاد نمودند که نهالان شنانیده شده الکی به حاصل درآمدند. اینچنین در همین حدود در مساحت 43 گکتار شنانیدن نهال‌های زردآلوی نوع شیشه خرمایی، قروتک، مچالکا و بابایی سرخ به نقشه گرفته شده است. در مجموع مساحت عمومی باغ‌های این موضع به 87 گکتار میرسد. باید تذکر داد که کشاورزان اصفهان در باغداری و زردآلو پروری و هم در خشک کردن زردآلو تجربه غنی اجدادی دارند و هم در سمت کارکرد و بندوبست میوه خشک و صادرات آن به خارج کشور پیشرفتند. باغات بهترین زردآلو در همین جا واقع است و در حدود شهر و دهات قریب 70 نوع زردآلو نشأ و نما دارد. شهر اصفهان با 60 نمودی زردآلو هست. همین 60 نمود 35 نمودش خواجگی دهقانی با پرورش میکنم و مادری. اینها همون طلبات خلق با چند خیلی نمود اگر طلبات خلق باشد همون حسابی پیوند کرده به فروش میبرم. نهاله های ما با بای شیشه خرمایی، صبحانه، میرسنجلی سفید، قندق، نشانی، ارزمی کتا، همین ها همه حاصل نکش بلند. مورد ذکر است که عین زمان در همه شکل‌های خواجگیداری شهر میدان باغات زیاده از 1300 گکتار را تشکیل می‌دهد که از این 11000 گکتارش زردآلوزار میباشد. کشاورزان نیت دارند با رشد ساحه باغپروری در حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور، رشد صادرات و تأمین صنعت کارکرد با اشیاء خام نقشی ارزشمند گذارند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اصفهان، اخبار